ایو بچه‌ها امروز اومدیم بازار سرپوشیده تبریز یه قهوه بزنیم و یه قسمتی از بازار رو واسهتون ولاگ کنیم، یه روزمرگی خودمون رو بریم که داشته باشیم. بریم که خفن ترین جای تبریز رو با هم ببینیم. اما ولی جو بازار کلا جدا است. کل سایت تبریز شیوا میگیره؟ من واسه خودم حرف میزنم. داره میگیری شیوا؟ شیوا داره میگیره. بچه‌ها وایبمون از دوستای خفنمونه که آیدی چنلاشون هم میذارم توی دیسکریپشن و این داستانا، حتما سابشون داشته باشین. بچه‌ها تبریز همه جاش این شکلی نیست، نگاه چپ و چلو به ما کردن، خیلی طبیعیه این دور و بر. سام میشه مارم با خودت ببری؟ سام رفت. سام اصلا تحویل نمیگیره. سام مهم نیست واسه گردنگیرش ضعیفه. سام اینجا منتظر شما بودیم. میکروفون نداره. سام عزیز. عمو سام بیا. چه خلوته. بیا. نه نمیخوام. بیا یکم هم بذار از سخنان شما استفاده کنن. اینجا بازار است. ایوه. درسته؟ اما راجع به بازار چه اطلاعاتی داری؟ ببین بچه‌ها بدونن. بری توش گم میشی. یعنی واقعا دلم میخواد این معمار بازار رو پیدا کنم. ما چش کنی؟ سلاخیش کنم. سلاخیش کنی؟ آره. بکشمش. جدی. هرسی شدی سرت. اما چه دلیلی داره یه جا کلا عین هم باشه؟ واقعا. 12 سال تبریزم نتونستم ولی اینجا رو یاد پدر بگیرم من کلا. مثل کف دستش برده اونجا رو. جدی میگم. خیلی بزرگه. آره. من خودم هر بار مثلا یه تیکه‌شو دیدم، ولی خب اونطوری که بگم کلا همه جاشو دیدم فکر نمی‌کنم هیچ تبریزی موفق بشه همه جاشو ببینه. اینجا باید پیر بشی تا خیلی بزرگه. بشناسی آره کلا. اینجا باید بزرگ بشی تا یاد بگیری. خیلی بزرگه. کاپشنای منطقی اینور و یه چیز بگم. مشاهده میشه. بازار یکم اوورریتده. تو میری توش مثلا یه چیزی پیدا کنی، اون رو نمیتونی پیدا کنی. خیلی چیزای محدودی داره. دقیقاً. و نمی‌دونی چیزی پیدا کنیم و حاجی اینجا میگن که مثلا ارزونه، ولی اشتباه این داستان. ما جای به دیگه مادیات نمیام، ما به خاطر خودش میام. یارو میاد مثلا خرید کنه میگه ارزونه، ولی این قضیه نیست کلا. بیرون گرونتره. آره. الان مثلا می‌خوایم بریم این کافه که الان می‌خوایم بریم. آره. می‌بینی چقدر آزمون خطا کردیم تا یادش بگیریم. آره یه کافه ردیف می‌خوایم بریم. آره. تا یاد بگیریم مسیرشو پیر شدیم. بزنیم. خودمون. وای پشمام، اما اسموک دارین؟ آره. من یه نخ اسموک دارم. امریکانو رو میتونیم داشته باشیم دیگه. داداش اونجا آیتم یکم محدوده. آره. بعد یکم میگیم بزنن دیگه. مثلا چیزی که ما اونجا میزنیم و تو آیتماش نداره. ولی میزنن. آره من سفارشی میگیم مثلا این داستان واسمون بزن. داریم میایم بازار. آیتمی نداشته باشن هم میزنن واسه. دقیقاً. خوبه. تبریز رو حتما نصب کنید. خب وقتی هم که نصبش میکنید حتما بازارش هم نصب کنید. بازار قویه. بازار قویه. رندوم ترین چیزا رو اینجا میتونید ببینید. بچه‌ها اگه خوششون بیاد این ولاگ قسمت‌های دیگه بازارم میگیریم و کافه دیگه ای میریم تست میکنیم باز و ولاگ باغ گلستان هم میخوایم بگیریم. باغ فرش. اشتباه نری یا ویز بزن. نه ردیفه. اینجایی که میریم و میشناسیم. اما بهت از فانتزیم گفتم اینجا. نه نمیدونم. آرزو دارم کبوتر بشم رو تاقچه‌های اینجا بریم. چرا؟ خیلی آرزوت کثیف. فانتزی سرایی وایسی. ما عمو فکر کن 3-4 روز پشت سرم اومدیم اینجا، بعد همیشه گم شدیم اینجا. همیشه گم شدیم. جایی که میریم اونوره، ولی ما میرفتیم اینور چون این ورم حیات داشت گم میشده. کسی هم آدرس دقیق نمیداد بهمون. بعد گم شدن خیلی عادیه اینجا. داستانش کجاست؟ اینجا همش اصله دیگه. داستان داشت. ببین اینجا قسمت جلوتر بری بازار کفشه کلا. بعد اینور عطر میفروشن. سید عطر چی؟ سید عطر. آره بذار شیوا رو بگیم بگیره. سید عطر چیه؟ سید همون. چطورین شما؟ من خوبم. ایوه. بعد من چجوری اینجا رو نشانه گذاری کردیم؟ از اینجا مستقیم میریم، وقتی به مسجد رسیدی میپیچی سمت چپ. آره. آره. فکر کن یه مسجد دیگه ببینیم. گم میشیم. نه همون چپو میری تا انتها تا حیاط رو ببینی. ایناش این مسجده. چرم واقعی تبریز و چپ
راسته. آره اینجا هم که مستقیم بری کلا بازار کفش و چرم تبریز معروف و اینجا نوشته راسته جدیده بازار. آره از شانس خوب امروز شلوغه. اینجا سر صبح تازه راست کرد. اینجا هم انباره معمولا. آره سرای میرزا مهدی. سرای یعنی چی؟ یعنی جمعی از کله ها یا میدونم چون مثلا حالا معماری که خوندم یه سری چیزا رو نوشته بودن اونجا. ما چند تا اصطلاح داریم، مثلا اینی که الان داریم توش راه میریم راسته است اسمش. خب بعد یه سری تیمچه داریم، یه سری سرا داریم، اصطلاحات مختلفی داره که به خاطر حالا بحث معماریش و اینکه چه شکلیه اونجا و چه کاری اونجا انجام میدادن و اینا روی همین حساب اسم گذاشتن روشون. بعد جالبه که رشته اما من یکیه. منم معماری خوندین؟ ایول منم خوندم. معماری اینجا رو ولی میخوام بکشمش. الان اینجا چی نوشته؟ بازار پنبه فروشان تیمچه حاج سفرعلی راسته بازار جدید. ما همینو باز مستقیم میریم. یه دونم تیمچه حاج شیخ اول داریم. حاج شیخ نخست، عمو شیخ نخست اصلی، شیخ اصلی. جوراب داره. من بیشتر گرمم میشه. نفس زیاده دیگه داداش. چادرها قشنگه. چادرای مروارید نگین. چرا اسم اکس هم باید هر جا میرم ببینمش من من؟ مدل داره من نمیدونستم. آره عمو این چادر جالبه. عربی داریم نمیدونم. چند مدل داریم نمیدونم ولی سندبادی. ایول ایول سندباد منطقیه؟ نه امو چرا سندبادی همون منطقیه به نظر؟ پاچه‌اش که خورده استایل شلوار کردی شیرازی رو میگیره میگن سنبادی دیگه. چرا سندباد؟ چون تنها تصویرشون سنباده که شلوارشون جوری بود. چرا نمیرسیم؟ احساس کنم درست شد داشت. امیدوارم اشتباه نرفت. نه اشتباه من نمیری؟ مطمئنم اشتباه نیست. آره اشتباه نیست ولی یکم داره دراز میشه. درود بر شیوای اوه چطورید؟ مرسی. آقا من خوش گذشت. مشغول فیلم برداری بودم و آره قشنگه جالبه بازار سرپوشیده تبریز. شیوا این ترکیب یک سه‌ای که داشتیم میرفتیم شما عقب بودیم ما 3 نفر جلو. اینو چیده بودیم باغ فجر. این ترکیبو بریم. چون تو در حال هر اتفاقی بیفته اونجا تو در امنیتی. ما 3 نفر اونجا باید جلوتر بریم. اونجا حواسم بهتون هست دیگه. آره. اونجا یعنی دوربین موربین عوض نمی‌کنیم. یادی برگشتی دیدی عمو سینا نیست مثلا کلا. هرچند بالا حواسم هست نگران نباشید تا منو دارید. آره ولاگ بعدی ولاگ گلستان با قرار باغ باشه. فجر. باغ فجر. جلوی باغ. باغ برگادرگان. باغ داداشم. باغ داداشم. جزل اغلان ها. باغ پسر پسند. حاجی چرا نمیرسی؟ جدی همو ترسیدم. اینجا نبود؟ نه. پشم به خود اینجا بود. آره اینجاست فکر کنم. اینجاست بسته است ولی. نه. نه ولی باشه. میخوام برم تست کنم. بپرسیم. نیملا شده ها. بسته است. باشه نمیدونم. بالا دو. باید باز باشه. حیات. جمعه بسته است. شکست عشقی. ایول. آبان به مکتب نمیرفت. وقتی میرفت جمعه میرم. جمعه میره. ادامه میدیم به ببینیم خدا ما رو کجا میبره. بریم اون کافه ای که جانم. کافه ای که من از بند رهاش. این چیه؟ این چیست؟ منطقیه داشت اینجا هستن. هر چیزی واقعا دیدی اینجا همه چی هست. همه چی منطقیه اینجا. اون طرف اسلامی این طرف اروپایی. فکر کنم جلوتر آمریکایی میشه کم کم. آمریکایی شمایی؟ ستون هم اینجا پلوهای اورجینال میتونی. پلوی اورج دیگه داداش. آره اینا اورج. یعنی مدیونی فکر کنی که فقط من پوماشو شک دارم. احساس میکنم پوماه فیک باشه. نه داداش اورج اینجا فیک نداریم کلا. آدیداسه اورج. یه تیکاف درست است. اجازه داره شیوا نیز بیاید. با اینا حال میده دیریف بکش. آره. دیریف بازی زیاد. این چیه؟ کلاه محمد. پشم. آبان. چیو کو؟ میتونیم اینجا کلاه بخریم. آره. اون بالا رو ببین. اینجا میتونه محمد رو خوشحال کنه. با محمد هم باید ولاگ بگیریم. محمد خودش نبود ولی دیگه اسمشو آوردیم. آره. مثلا یه چیزی این تو کار چیه؟ جاش کنیم.
محمد آره، ولی تو ولاگ باغ فجر ببریمش خوبه. آره باید ببریمش، راستی محافظت کنه ازمون اونجا. بیاین یه ست بریم اون حیاته یه اسموک بزنیم. چه تعطیلار یعنی چی؟ نمیدونم چه تعطیلار کچا یعنی چی؟ کچا نمیدونم. نه اون جتیه داداش. جتی ولی خب خیلی فرق میکنه دیگه. راست میگی، فرق میکنه. ببین کچا با اون کچا چیه؟ کچا نمیدونم داداش چیه، غیر منطقیه. میخوای ترکی قشنگ اسامی میگی غیر باید بگی چچا. اومدیم دستکش بخریم واسه سام. یارو تو مغازه نداشت، گفت بیاین. حاجی آورد ما رو تو انباریش. انبار ماشون دوست. بعد گفت بیاین بریم ببینیم. ما رفتیم، فکر کن ما رو ول کرد، انباری خودش رفت. گفت هر چی بخواید ببینید هست یا نه. یعنی اصلا مهم نبود واسش. شما رو تا انباری راهنمایی کرد دیگه یعنی. آره. بعد کلی گم شدن و آره. برنامه به هم ریختن، گویا کافه پیدا کردیم. گویا یک کافه پیدا کردیم که جدیدن افتتاح شده و میگن که بازه. و پراید میخواد بیاد داخل بازار فکر کنم. خیلی بد. ولی این شاتو بگیر چه خوشگله. شاتو ببین. خیلی زیباست. بعد دوستانم بمیرم تو جون پیدام بکنه سوپور تلخان نخوام. شما لطفا تلخون نخوام. انواع نوشیدنی سرد و گرم و چای فکر کنم همینجاست. کافه همینجاست. مانکنوشه دافی. یه بار گم شد مردک. این دقیقا همونیه که من میخوام. آبجکتوفیلیا شدی؟ نه ببین اسکینی ردیفه ولی نه برای من لطفا یه اسکینی توپو بود شبیه اون میشه آبانو آمیتا کوسیتا بود یه زمان راست میفهمی کدوم میگه. پیج 1 میلیون بش پیج میگه. آره ویو میلیونی بخوره من اینو میپوشم میرم وسط بازار براتون آمیتا کوسیتا میرقصم. به حاجی قراره بریم اینجا. چه خوبه سنتی. خوب است. آره. آیتم شاید کم باشه ولی ردیفه. اوه شیبا بک‌گراند تو. دعوا شد. مشتو یارو این ور کشیده بالا. من میخوام بیام تو این ویو صحبت کنم. فنرشو کشیده بود اینجوری. آره اونو ول می‌کرد. نبسته بکسته. من نباید کلا دور و بر سنتی به پلکم. اینجا چای است. آره این چای کنار دیگه. اینجا چای کنار. چای هم یعنی چیز؟ جوی. رود. آره. رود. چای کنار یعنی کنار رود. خب افتری دعوا داداش جنگ شده. شیبا ویدیو نگه شیبا. بریم که قهوه قراره چه شکلی باشه نمیدونم. بریم بزنیم خلاص. ببین همه میگن قهوه ببینیم داستان. خسته نباشی. آره ببینیم اینجا چیه. بچه‌ها تازه افتتاح شده. آدرسش هم نمیدونم ولی میپرسم میگم بهتون
که اگه خواستین تشریف بیارین شما. ولی چه شاتیه اونجا رو چه ببین. خوشگله. اونجا رو ببین. آره شیوا اینجا رو بیا بگی. خیلی زیبا. داره شیوا میگیره دیگه. چرا دارم میگه؟ برو تو تا اونجا برگرد. تلپورت شو. یه سر تا اونجا برو بیا. من کجا نشینم؟ بگذار اینجا بشینم. من اینجا میشم. تو اینجا بشین. آخیش. خب عمو. اینجا فریه. میشه اسموک کرد؟ میشه فری اسموک بشه؟ من نه متاسفم همچین جایی نیومدی؟ اصلا نیومدم، یعنی اومدم با مامانم داخل همین بازار اومدم، بازار سرپوشیده اومدم ولی نمیدونستم حتی کافه داره. خیلی قشنگه. مرسی از آبان. آره مرسی دمت گرم. بعد خرگربه است. شیر داره اینجا. اوه. بعد من قهوه خور نبودم. آبا من خرگربه‌ای در حال شیر خوردن. او در بازار زندگی میکرد و میمونم. چای رو برات چیز خورت میکنم من قهوه خورم. این گربه هر روز خب میریم قهوه رو بزنیم داداش. همون بیم مایک رو نگرد. ویدیوی برزقان؟ برزقان نبود؟ فعلا ندیدم. اینستا دیدم. فرق نکردم خدایی برم ببینم. میاید اینجا؟ دیگه فایده نداره. واقعا وای بر ما. وای بر ما. بگم اون واقعا وای بر ما. یه چیزو بگم؟ بگو. یکم پیش دیدی من چی گفتم؟ نه. من قهوه باز نیستم. خب همیشه فکر می‌کردم این آبایی که کنار این قهوه رو میذارن کنار اسپرسو میذارن. خب باید توی لیوان دیگه قاطی کنی بشه آمریکانو. ما اینجا ویدیو رو کلا من اینجا میخوام بپرم پایین بمیرم. من میگم قهوه باز چای نیستم. ببر. همچین تصور بدی داشتم. همچین تصور اشتباهی من داشتم. یاد بدم اونو چجوری باز میکنن اونا رو. بلدین چجوری باز میکنن؟ حوصله نمیخواد. این کارو داداش این شکلی میگیری. یه دونه میزنی. کیر شدم. ای باز شد ولی تو کربلا میدادش من انگشتام زورش کمه. واقعا رفتی کربلا؟ نه. اونایی که رفتن نکنه دلیل کاتت همین بوده. گفتم زورش کم سرعتشو نگفتم که. اوه دست شما در نکنه. شکست. وای. آبتو بده بهشون. چی با بیا دو تا همه قهوه رو خوردم من موندم. بکنم جو بازار روی ما هم تاثیر گذاشت. واسه چیش؟ آره باشم بزنمت حال کنی. واقعا تاثیر گذاشت روتون؟ نه نه اون نه من اونو نمیگم. تاثیر بازار رو میگم. ترو میگفتی حرف نمیزدی. آقا خلاصه که زندگی سخته واقعا، همه گرفتار مشکلات هستیم. چرت و پرت میزنم، حرفای اجتماعی میزنم. اینجا آبانوس هم انادر لاو میخونن. سوال داشتم خدمتتون، عشق یا ثروت؟ ثروت. عشق. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه باید عشق داشته باشی تا به ثروت برسی. همون سینما سهند من میرفتم بالکن یه قهوه میزدم تایم بیکاری، میشستم اونجا مثلا سیگار میکشیدم دعوا نگاه میکردم. آره سنجی دعوا فوراور بود اونجا همیشه، یعنی میتونی دعوا رو داشته بعضی باشی. جاهاش چیز دیگه مثلا فاز بلوک 13 رو داره.
آره بلوک 13 آره همونه داداش، کلا بلوکه واقعا هم بلوک ولی بلوک 13 نه اوکیه، ما گربه بازیم. بلوک 13 پاتوق نمی کردیم ما تو مجتمع. یه فندک به من میدی؟ فندک به من لطف میکنی؟ مرسی. بعد میدید داستان چیه؟ چه خوشگله. سهند واقعا این شکلیه، یه تگزاسی برای خودش. آره بعد مثلا فکر کنم ما بچه بودیم میرفتیم فوتبال بازی کنیم توی پارک، کنار ما دعوا میکردن، دعوای سهمگین، جدی میگم. سهمگین. آره ولی میریم سهند، حتما میریم. قبل یه از ولاگ هم واسه سهند میگیریم. گربه بیا اینجا، بیا چه مهربون. میخوام ماچش کنم. کی تو آدما برای من همون گربه خوبه. دوست دارم بمیرم تو. تلخان نخوان لطفا، چون تلخون تسخیرم کرد. تلخون نخون و به گربه آبان پیتزا ادامه میداد. دوست دارم بمیرم ترجو، شاید این باشه واسم خوب. مرخصی ندادم بهم، حقوق بازنشستگی مکش بهم بدن. پدرم خوب نبود، مادرم خوب بود. دوست دارم برم ترجو. گربه‌های بازار خیلی مهربونن، همه‌شون این شکلیه. گربه‌های بازار خیلی خوشگلن، خیلی خوشگلن گربه‌های بازار، خیلی دافن. گربه داف میخوای بیا تبریز، بیا بازارش. تلخون پسر خوبی باشه قول میدم بشه یه بار بیارمش بازار گربه بازی کنه. بانوی داف میخوای باید بری عباسی. ازش دعوا میشه اونجا. نه خدای خوشگل میزنم. نقشا خوشگل. ولی اون قسمتی که من از تلخون خوندم و حتما منتشر کنید. آره. خیلی خوب بود واقعا. چه خسته. بیا بانو شناسی کنیم. یعنی چی؟ به این بانوی نچرال میخوای، زیبایی نچرال داشته باشه، باید بری عباسی. خب اون دوره برا باید بری عباسی. بانوی پولدار بخوای باید کجا بری آقای عباس؟ پولدار داشت رشدیه ولی است. رشدیه ولی است. خوشتیپ بخوای شهناز. مهم مرکز پولدار شهر. بودن نیست، مهم شخصیته. بانوی با شخصیت. بانوی با شخصیت. اگه من به ظاهر توجه باشید میکنم، دنبال باید بانوی با شخصیت باشید. خوشگل عزیزان. باشد، استایلش درست باشد، بقیه‌اش مهم نیست. فقط استایل. فیس که دست خودش نیست. نه با من آپشن باید داشته باشه. نه استایل مهمه. اگر دنبال فقط بانوی خوش استایل هستید توصیه میکنم یک عدد مانکن تهیه فرمایید، استایل مورد نظرتون رو روش پیاده کنید. بانوی زیبا و خوش استایل میخواستم همشون جا کات بزن. تا خودم جو بگم باید کات بزن. ببین کات نداریم. آره قهر کن نازتو بکشم. به چه علت؟ کات نداریم به همونه. صحبت‌های بیجا. دلم از آهنگت تنگ شد. خیالی. آره. وای خیالی. در مورد اون یه فکت میگی آقای آبامریت؟ فکر نمیخوام پیام بدم بهش. اگه آدم بودی الان با من بودی. بده شیش. جذاب‌ترین قسمت این ویدیو اینه که من از کادر خارجم. آره. صدات هست. دوست دارم دستام هست. دستات نبود میدونی چی میشدی؟ چی میشد؟ نه. آیت الله دست خیلی. میدونی چرا همش میمد خوش میماد به پام؟ چرا؟ انرژی منو دریافت میکنه. میدونی فوت فتیشه. پاشو گم شو بیرون. خداحافظ. خیالینی چه روزی بود. اولین موزیک ویدیو باید اینا رو بشکافیم. خب کات بزنیم جمع کنیم.